اینجا استراحتگاهی سالمگردانی کودکان، نورسان و جوانان به نام 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان است. حالا در این لاگر بیش از 300 نفر استراحت دارند که قریب 50% آنها از عائله‌های کم بضاعت میباشند. شرط و شرایط در این اردوگاه به معیار جوابگو است. نورسان و جوانان از تمام منطقه‌های تاجیکستان در بسته 4 از روی ریجه‌های مخصوص آماده کرده شده فراغت و استراحت میکنند. در استراحتگاه ما 10 نمودی محفل‌های وارد است. کامپیوتری، رسمکشی، کینوفیلم، کتابخانه، کشبافی، دوزندگی، شناوری، ورزشی وارد می باشد. حاضر من ساعت 9:30 به محفل شناوری سر می شود. بعد از محفل شناوری محفل کامپیوتری می دارند بچه‌ها تقسیم شدگی گروه هر یک گروه خودشون کرده. رسامی می دارند، کتابخانه می دارند، کشبافی و دوزندگی، کینوفیلم نمایش کینوفیلم می دارند. تا امروز بیش از 700 نفر در استراحتگاه سالمگردانی کودکان، نورسان و جوانان به نام 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان به استراحت و فراغت جلب شدند. احتمال است تا آخر موسم نزدیک در مجموع 1800 نفر را به فراغت جلب نمایند، زیرا از روی نقشه طرح ریزی شده چنین باید شود. در این اردوگاه برای گذراندن تابستانی خوب و خاطرمند با نورسان و کودکان امکانیت وجود دارد. منم داراترین آدم، وطن دارم وطن دارم، منم داراترین آدم، وطن دارم وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم وطن دارم، وطن دارم وطن دارم. عزیز جمعه و یکی از استراحت کنندگان استراحتگاهی مذکور می باشد. وی از ناحیه مسجح بوده در تعطیل تابستانه تصمیم گرفت به مشغولیت‌های گوناگون جلب شود. از این روی لاگر مذکور را انتخاب کرد و حالا 4 روز می شود که در محفل‌های گوناگون از جمله دوزندگی اشتراک نموده هنر می آموزد. اینجا خیلی به من پسند آمد. در اینجا محفل‌های خیلی زور هستند. کامپیوتری، دوزندگی، کتابخانه، من رسامی، من بسیارتر رسامی و کتابخانه کتاب‌های خیلی جالب دارد. من به همین کتاب‌هاش خیلی مشغول شد. ما هر روز که اینجا می‌بینیم کتاب‌های گرفته می‌خوانیم و ثانی معلومه بود مضمونش نقل کرده میگوییم. گفته می شود که در بسته 6 استراحتگاه مذکور بیش از 300 نفر فعالان و از شخصان یتیم و بی‌پرستار جلب خواهند شد که مبلغ گذاری آن از جانب رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت صورت می گیرد. هدف آن تامین نمودن جوانان و نورسان فعال و تامین نمودن برابر حقوقی آنها در جامعه می باشد. دایر به موضوعهای وطن دوستی و خویشتن شناسی نیز موضوعهای علایق ما هست که در آن به مانند بازی‌های ورزشی به مانند گذرانده می شود که برای بلند کردن حس وطن دوستی جوان پسران نیز بازی گذرانده می شود. مسابقه بین بیناها بین دسته‌ها نیز گذرانده می شود. به مانند اینها روزهای گشاده شوی استراحتگاه و روزهای پوشیده شوی استراحتگاه نیز مجلسا با آنها چهاربین‌های فرهنگی فراغتی که در استراحتگاه گذرانده میشد با آنها را آماده می‌نماییم و پدر مادری استراحت کنندگان را یا خویشتبار یا یگان آنها خویشاوندان آنها را و ما استراحتگاه دعوت می‌کنیم وضع چهاربینی‌های فرهنگی فراغتی در استراحتگاه چگونه بودن آنها را به والدین آنها نیز نشان بدهیم. اینجا یکی از استراحتگاه‌های بیرون از شهر میباشد که در دهه دهمای ناحیه جبار رسولوف جایگیر است. در مجموع در ولایت سوخت 19 لاگرهای بیرون از شهری عمل میکند که سال روان تنها به 9 عددی آن میسر شد که فعالیت برند. باقی مانده 10 عدد لاگرهای بیرون از شهری بنابر سبب‌های گوناگون مخصوصاً مالیوی و تعمیر نبودن آن فعالیت نکردند. نوبسته از این از اتفاقای کسبی ولایت سوخت اطلاع میدهند که در این موسم 70,000 نفر به فراغت جلب میشوند.
از طرف شورای اتفاقی کسبی ولایت سوخت یک چند کارهای نظر است به سامان رسانده شده است. در نزد شورا ستاد تابستانه 2023 تشکیل کرده شده است. از طرف اعضایان ستاد بهر آمادگی همین لاگرها برای قبول استراحت کنندگان از طرف اعضایان شورای ستاد یک چند کارهای تشکیل کرده شده است و امسال از معلومات های به ما رسیده تا امروز 9 لاگرهای بیرون از شهری فعالیت نموده زیاده از 3000 کودکان و نورسان به استراحت جلب کرده شدند. اینچنین در نزد مکتب هایی که امکانیت های برای قبول خوانندگان دارند، مکتب های زمانوی که آشخانه های زمانوی دارند، در نزد این مکتب ها لاگرهای بیرون از شهری تشکیل کرده شده است. اینچنین لاگرهای بهداشتی، ورزشی، استراحتی، مهنتی فعالیت برده شدند. لاگرهای بیرون از شهری حالی فعالیت خود را ادامه داده ایستادند. حالی در آنجا کودکان و نورسان استراحت کرده شدند. البته وقتی که همه آنها موسم را با اتمام میرسونند، البته ما معلوماتی دقیق را پیشنهاد میکنیم. از روی نقشه که ما به نقشه گرفته ایم، امسال باید زیاده از 70,000 کودکان و نورسان باید به استراحت جلب کرده شوند. بنا به معلومات‌های اتفاقی کسبی ولایت سوخت، شروع از آغاز موسم تا به امروز بیش از 3000 نفر به استراحتگاه‌ها جلب شدند. اما نیم موسم گذشت. بیشتر استراحتگاه‌ها در بسته 4 قرار دارند. آیا می‌توان دوام بیش از یک ماه باقی مانده 67000 نفر نورسان و جوانان را به استراحت جلب کرد؟ آن چگونه و در کدام استراحتگاه‌ها صورت می‌گیرد؟ گزارش مفنوشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.